درونگرایی و برونگرایی. این صفت تعیین کننده عمق تعامل ما با دیگران و به همین دلیل نقش مرکزی در مفهوم شخصیت انسان بازی می‌کنه. شخص برونگرا مشتاق حضور دیگران در اطراف خودشه و از حضور اونها انرژی می‌گیره. فرد برونگرا اگر تنها بمونه احساس دلگیری می‌کنه و به دنبال دیگرانی می‌گرده که زمان خودش رو با اونها سپری کنه. برونگراها علاقمند به مشاغلی مثل معلمی، سخنرانی، فعالیت سیاسی، کار فروش و مشاغل صنعت سرگرمی هستند. مسئله اساسی اینه که فرد برونگرا در دنیای بیرون به دنبال لذت می‌گرده. شخص درونگرا برعکس فقط در تنهایی یا در گروه‌های کوچک و صمیمی احساس راحتی می‌کنه. شخص درونگرا از خودش انرژی می‌گیره و برعکس افراد برونگرا گذران زمان با دیگران برای اون موجب مصرف انرژی میشه. انرژی که بعد از تخلیه باید بعداً در تنهایی و محیطی آرام اون رو پر کنه. به همین دلیل وقت گذراندن در گروه‌های بزرگ اجتماعی موجب احساس دلگیری و خستگی اونها میشه. درونگراها علاقمند به مشاغلی مثل پژوهشگری علمی، آهنگسازی و نویسندگی هستند. نکته اساسی در مورد درونگرایان اینه که در دنیای درون خودشون به دنبال لذت می‌گردن. این صفت دو قطبی برونگرایی و درونگرایی تقریباً ثابته ولی منعطف. سوزان کین در کتاب شاخص خودش این صفت رو در افراد به یک نوار لاستیکی تشبیه میکنه که میشه با مصرف انرژی اون رو تا حد زیادی کشوند و تغییر شکل داد، ولی در غیاب عامل انرژی و تلاش به سرعت به حالت اولیه برمیگرده. بسیاری از مشاغل فنی به قطب درونگرایی تعلق دارند، به این معنی که عملکرد فرد در اونها نیازمند فعالیت شناختی زیاد در محیطی ساکت و با حداقل تعامل با دیگران. نکته دیگه در خصوص درونگرایی و برونگرایی اینه که بخشی از توزیع این صفات در اجتماع به مسئله فرهنگ باز می‌گرده. مثلا در آمریکا و اروپا گرایش فرهنگی به سمت برونگراییه، در حالی که در شرق دور که ارزش‌های اخلاقی و باورهای درونی شده نقش عمده‌ای دارند، گرایش فرهنگی به سمت درونگرایی. در ایران هم گرایش اصلی فرهنگی در سازمان‌ها به سمت برونگراییه. حالا که متوجه نقش فرهنگ در برداشت خودمون از مفهوم درونگرایی و برونگرایی شدیم، باید این نکته رو در تفسیرهای خودمون از رفتار دیگران به کار بگیریم و مثلا درونگرایی افراد رو به خجالتی و ضد اجتماعی بودن اونها تفسیر نکنیم. متوجه باشیم که درونگرایان نیاز چندانی به تعامل اجتماعی ندارن. درونگراها امتیازات دیگه‌ای هم دارن، از جمله اینکه به انگیزش بیرونی کمتری نیاز دارن و اگه به صورت درونی از کاری لذت ببرن، عملکردشون کمتر تحت تاثیر محیط قرار میگیره. صفت بعدی در مجموعه بیگ 5 گشودگی به تجربیات جدید نام داره. این صفت کنجکاوی یا محتاط بودن ما رو میسنجه. این مقیاس بازتابی از جستجوگری، خلاقیت و علاقه به چیزهای جدید. افراد کنجکاو هیجان‌های جدید رو میپذیرن و به دنیای اطراف علاقه‌مندن و دوست دارن کارهای جدید رو امتحان کنن. این افراد مفاهیم و مسائل انتزاعی رو به راحتی یاد میگیرن. افراد محتاط به مسائل و روش‌های آشنا و معمول میچسبند و برای قدم برداشتن به سوی هر چیز جدیدی اون چیز باید مشخص و واضح باشه. صفت سوم وجدانی بودن نام گرفته. این صفت میزان خودتنظیمی و وظیفه شناسی ما رو نسبت به دستورات و تمایلات درونی ما اندازه‌گیری میکنه که بسیار به مفهوم مسئولیت پذیری شبیه. افراد سازمان یافته به جزئیات دقت میکنن، قبل از هر اقدامی برنامه‌ریزی میکنن و نظم و ترتیب رو ترجیح میدن. در مقابل افراد سهلگیر از انجام کارها به صورت دل بخواهی لذت میبرند و در مسائل روتین و روزمره سختگیری نمیکنن. چهارمین صفت توافق‌جوییه که به اندازه‌گیری میزان کنار آمدن ما با دیگران میپردازه. افراد توافق‌جو دلپذیر، دوستانه، دست و دلباز و اهل مصالحه با دیگرانند. افراد ستیزجو برعکس معمولا توجه به رفاه و وضعیت دیگران ندارند، به اونها بدبینن و بیشتر اهل رقابتن. جالبه بدونین که متاسفانه بر اساس تحقیقات انجام شده این صفت با نقش‌های مدیریتی و رهبری رابطه منفی داره. یعنی کسانی این نقش‌ها رو در حال حاضر بر عهده دارن که توافق‌جو نیستن. این صفت با حقوق هم رابطه عکس داره. اما وقتی موضوع تأثیر مخرب رفتار ستیزجویانه بر نیروی کار و کسب و کارها باشه، نتایج تحقیقات برعکس میشه. آخرین صفت از مجموع صفات بیگ 5 ثبات هیجانی یا روان نژندی. این صفت میزان ثبات هیجانات و عواطف ما رو در موقعیت‌های مختلف طی زمان اندازه‌گیری می‌کنه.
افراد روان نژند یا کم ثبات نسبت به استرس یا موقعیت‌های نامطلوب تحمل کمی دارند و در مواجهه با اونها واکنش شدید ذهنی و هیجانی و توأم با بدخلقی نشون میدن. در طرف دیگه این طیف افراد با ثبات هیجانی بالا قرار دارن که خیلی راحت از کوره در نمیرن و واکنش کمتری به موقعیت‌ها نشون میدن. اونها به صورت عمومی تمایل به آروم بودن و مقاومت در برابر عواطف افسار گسیخته دارن.